тамошобинони гиромӣ, барномаи имрӯз ро оғоз мекунем. Бо шумо дар студия Малвина Манзарова. Ассалому алайкум. Инак сархати муҳимтарини ахбори рӯз. СМС паём вакили дифои Тоҷикистонро нигарон кард. раиси собиқ дастгоҳи президенти Қирғизистон боздошт шуд. ғарқ шудани тангин ва кӯмаки Бритония барои осебдидагони сел дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. تعدادی مهاجران تاجیک در روسیه در نیمه اولی سال به 1 میلیون رسید. دلشاد نظرov غالب گران پری در شویتسیا شد. بعد از چاپ شدن یک نشریه درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وکیل دفاع تاجیکستان فیض‌نیسا واحدова و فرزندانی در خارج تحصیل می‌کرده‌اش را اشخاص نامعلوم توسط رسانه‌های اینترنتی و فرستادن اسمس پیام به تلفن دستی خود فیض‌نیسا تحقیر و تهدید کرده است. اما فیض‌نیسا واحدova این تهدید را تنها از جانب کارمند مقامات قدرتی می‌شمارد. файзиниса воҳидова ба хабарнигормон дар бораи чӣ гуна таҳдид кардани ӯ ва фарзандонашро ки тариқи смс паёмҳо ирсол мешуд нақл кард. ӯ афзуд ки баъди чоп шудани он мақола маро борҳо таҳқир карданд ки ахиран санаи 13 июли соли равон дар шабакаи иҷтимоии фейсбук як шахс ба номи Фаридуни Маҳмудӣ смс паём омад ки дар он чунин навишта шуда буд: ту фикр мекунӣ ҳама ин навиштаҳоят ҳамин хел мемонанд? ту ва аҳли оилатро ҳоло хеле бадбахтиҳо интизоранд ва фарзандонат дар куҷое набошанд меёбем. аммо баъд аз фиристодани ин смс паём, он шахси номаълум ному насабе ки дар фейсбук дошт, дар ҳол аз Фаридуни Маҳмудӣ ба Аҳмад Сатторов тағйир ёфт. файзинисо мегӯяд: ҳарчанд ман медонам ки таҳдидҳо дар ҷомеа бисёранд ва чандин борҳо худи маро таҳдид карда буданд, аммо ин дафъа ман барои худам ва фарзандонам бисёр нигарон ҳастам. воҳидова муътақид аст ки муаллифи ин ҳарфҳоро мешиносад ва дар ҳолати зарурӣ агар мақомот тафтишот оғоз кунад, бо далелу аснод исбот хоҳад кард ки ин навиштаро кӣ ба ӯ равон кардааст. ин адвокати маъруф чунин таҳдидро нисбат ба ӯ бидуни шак аз кормандони мақомоти қудратӣ медонад. барои тафтиши ин қазия воҳидова ба прокуратураи вилояти Суғд бо ариза муроҷиат карда хостори таҳқиқи ин паёмҳо шудааст. агар прокуратура чораи зарурӣ наандешанд, маҷбур аст ки барои ҳифзи ҳуқуқҳояш ба созмонҳои байналмилалӣ муроҷиат мекунад, мегӯяд ӯ. аслан ин Фаридуни Маҳмудӣ ки ному насаби аслиаш дигар мебошад, дақиқан ман медонам ки ӯ корманди раёсати кумитаи давлатии амнияти миллат дар вилояти Суғд буда. من در اختیارم دلیل‌ها دارم که او در مقامات امنیت کار میکند. آخران از این قبل چندین مرتبه به من اشکارا تهدید نموده بود. من در حیرت هستم که امروز رتبه‌داران مقامات حزب حقوق به جای پیشگیری جنایت خود به جنایت دست زده به شهروندان تهدید می‌نمایند. بنابر همین در یک وقت من مقامات پروکراتوری ولایت سوغد را در جریان گذاشتم که اگر به من و فرزندانم و اهل اویم یگان ضرر جسمانی رسانده شود یا یگان عاقبت وخیم به میان آید، این عمل از جانب وکالتداری همین مقامات امنیت در ولایت سوغد با نام و نسب ساخته فریدون محمودی که نام و نسب اصلیش و وظیفه اشغال کردهش را در مقامات امنیت من هنگام پرسش افشا میکنم روی داده است. خیلی اگر در حالت از جانب مقامات پروکراتور نااندیشیدن چاره‌ها مربوط به معین کردن شخصیت و به جوابداری جنایتی کشیدن این جنایتکار رتبه‌دار مقامات امنیت، من تصمیم گرفتم به تمام مقامات‌های نظارت کننده بالایی مراجعت خواهم کرد. هنگام ندادن نتیجه این بحث تا به سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان برده شده اثبات خواهم کرد که در یک دولت صاحب استقلال حقوق بنیاد مسئولین نهادهای قدرتی نظامی دست به تهدید جسمانی نیست و نابود کردن شهروندان خود مشغول هستند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد راهبر سابق دستگاه رئیس جمهوری قرقیزستان و وکیل پارلمان حاجی مورو کارکمازوف با اتهام رشوه‌خوری دستگیر شدند. کارکمازوف هفته گذشته با اتهام گرفتن پوره به مبلغ $100,000 از خویشاوندان وکیل سابق نریمان تولهیو که سال 2003 با جرم فساد محکوم شده بود دستگیر شد.
رئیس جمهور قرقیزستان المازبек Otamboyev Norimboyev را روز 20 ایول بعد از 5 روز بازداشت کورکمازف از مقام راهبری دستگاهش سبکدوش کرد، زیرا دانیار نوریمبویف با فساد، رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام عیبدار می شود، اما خود دانیار نوریمبویف از گناهکار بودن خود ناراضگی بیان می کند. دیروز 22 ایول در ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان автомашинаи тамғаи чандхӯ یا تنگم که از طرف همین ناحیه جانب دهه شیرگین سفر میکرد در وقت حرکت در راه از عهده اداره автомашина نبرآمده به دریای پنج سرازیر شده مسافران автомашина به دریا غرق شدند. خبر داد وزارت امور داخلی تاجیکستان. طبع نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع دادند در نتیجه به صدمه دچار شدن автомашина که در داخلش راننده و 3 مسافر دیگر مرد 44 ساله، جوان دختر 20 ساله و جوان دختر 17 ساله که همشون ساکنان ناحیه اشکاشی می باشند در دریا غرق شدند. راننده автомашина عین حال در بیمارخانه بستری شده است و برای دریافت نمودن مسافران دیگر چاره‌های فوری جستجویی ادامه دارد. چطوری که خبر داریم در منطقه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان حادثه های شدید سیلروی جریان دارد. آفت های طبیعی به خانواده های ناحیه شغنان و انجورش ضرر زیاد آورده باعث فوت 7 شهروند گردیده است. برای دستگیری و کمک همه‌جانبه برای عائله های از آفت طبیعی ضرر دیده، سفارت بریتانیای کبیر در تاجیکستان و جمعیت تاجیکستان کمک خیریه با نام پیوند را به خاطر دستگیری و کمک از جانب شخصان خیرخواه کشور نقطه های کمک رسانی و برای مردم ولایت مختار کوهستانی بدخشان و در دیگر منطقه های کشور گشودند. جمعیت پیوند برای کمک رسانی صورت حساب بانکی خیریه خود را تشکیل کرده است. در فرمایش بانکی قسمت رفرنس عباره help to GBAO را وارد نماید که تمام شهروندان خیرخواه سهم خود را گذاشته برای مردم بدخشان کمکی صافدلانه کردند. در انجام مبلغ‌های جمع شده به صورت حساب‌های بانکی در تاجیکستان که مخصوص برای مقصدهای زیرین کشاده شدند روانه کرده می‌شوند. پاکستان با بریتانیای کبیر مناسبت حسنه ندارد. گفتنی هم که در سالهای اخیر بر اثر برخوردی دولت اساسی مشترک المنافع یعنی فدراسیون روسیه با دولت‌های غرب بر اثر آن چنان مشاهده میکنیم در سایر دولت‌های مشترک المنافع که رهبریتشون زیاده از 20 سال سر قدرت است و هراس دارد از سر قدرت دور شدن و با چون رسانه‌های خبری روس و دیگر رسانه‌های خبری سایر مناطق دنیا که دولت رژیم های خود کامه دارند در همه بدبختی های دولت های خود دولت های غرب رو متهم میکنند و این در تاجیکستان هم به اثر نموند و نه فقط در نسبت بریتانیای کبیر به نزدیکی قریب 1 ماه هم نشده است در خروق مرکزی گوشه امریکا رو محکم کرده بودند و این نه فقط یک بریتانیا است. خدمات فدرالی روسیه درباره شماره عمومی مهاجران مهنتی از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و بیرون از آن خبر داد. در نیمه اول سال روان به فدراسیون روسیه 10.6 میلیون مهاجر خارجی وارد شدند. شماره مهاجران از تاجیکستان در روسیه در نیمه اول سال 992,170 نفر حساب شده. آنها در سبقت مهاجران در روسیه در جای سوم قرار دارند. کنستانتین رامادانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه روز 22 ایول در یک نشست خبری در مسکو گفت که بیشتر از همه یعنی 2,145,260 مهاجر از ازبکستان به روسیه آمدند. شمار مهاجرانی که از اوکراین به روسیه داخل شدند به 1.6 میلیون نفر رسیده است.
در 6 ماه اولی سال 2005 از قزاقستان 709,000، از آذربایجان 553,000، از مولداوا 544,000، از ارمنستان 534,000 و از قرغیزستان 521,000 نفر برای کار و زندگی وارد روسیه شدند که برای آماده نکردن حجت و رعایت نکردن قانون فدراسیون روسیه قریب هر ماه شهروندان از قلمرو روسیه به مهلت 3، 5 و حتی 10 سال اخراج می شوند که تا ادای مهلت‌های ذکر شده حقوق بازگشت به این کشور را ندارند. برخی از خبرهای مهم منطقه را کوتاه یادآوری می‌کنیم. مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلالالدین محمودوف که قبلا برای داشتن غیرقانونی سلاح عیبدار شده از روی دادگاه ناحیه حصار روز 19 ایول سال روان به مهلت 5 سال از آزادی محروم شده است، همراه با وکیل دفاع ظرفا رحمانی تصمیم گرفتند که به جای شکایت از حکم دادگاه منتظر قانونی عفو در آینده شوند. دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساتسیونی سهمدار بازار انعام شهر توس برهان عبداللهیف را قبول نموده با بررسی آن سنه 29 ایول در حضور دادرعروس پرزیدنت کشور محب الله سعداللهیف شروع خواهد کرد. با ادعای وکیل دفاع رحمت الله ظاهرов دادگاه تمام دلیل‌های بیگناهی زیر حمایه‌اش را نادیده گرفته است. حکومت تاجیکستان نیت دارد که سالهای نزدیک 2 اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون را مورد استفاده قرار دهد، چون تمام تجهیزات ضروری برای 2 اگریگات به تاجیکستان آورده شده و آماده است. لازم به یادآوری است که اقتدار عمومی 2 اگریگات اولی نیروگاه راغون 800 مگاوات را تشکیل داده. این اقتدار کافی است که دوام تمام سال جمهوری منتظم و پر را با نیروی برق تامین کرده شود. طی 2 روز است که در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانسی بین المللی در موضوع اسلام ضد اکستریمیسم و تروریسم دینی جریان دارد که در آن متخصصان و کارشناسان اهل دین از کشورهای گوناگون جهان به مثال قرغیزستان، کویت، فدراسیون روسیه، جمهوری پاکستان و جمهوری فدرالی آلمان از تجربه کشورهای خود در راه مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم معروضه کرده ایستادند. ورزشگر شناخته تاجیک دلشاد نظروف دیروز در شویس قهرمانی آسیا در گرزاندازی و بار دوم در سری فدراسیون بین المللی ورزش سبک غالب گران پری کارلشتاد شد. بنا به نوشته سامانه رسمی این فدراسیون، دلشاد نظروف بعد 4 روز پیروزی در مسابقات ژوکوفسکی به این دستاورد نائل شد. سامانه IAAF نوشته است که ورزشگر 33 ساله تاجیک با رقابت شدید با ورزشگر جوان بریتانیایی نیک میلر به این نتیجه رسید. نیک میلر 22 ساله در دور اول گرز را به مسافه 77.155 متر پرتاب کرد. پرتاب دوم دلشاد نظروف 76.189 متر بوده. با غلبه در کارلشتاد او موقع دومش را در حساب عمومی هامر ثرو چالش با 9 امتیاز حفظ میکند. جای دوم در این مسابقه نصیب مارسل لامنیتسکی از اسلوونیا و مقام سوم را سرگئی لیتوینوف از روسیه نائل شدند. قرار است دهه دوم آگوست سال جاری در مسابقات جهانی پکین و سال 2016 در المپیاد ریو د ژانیرو اشتراک نماید. دلشاد نظروف اولین ورزشگر تاجیکستان می باشد که صاحب راهخط به المپیاد برزیل شده است. بینندگان عزیز، چنین بودن برخی از مهمترین خبرهای امروز. برایتان خبرهای خوش و بلند خاطری را تمنا می نماییم. خدایا و نگهدارتان باد.